خب سلام و درود دوستان، وقتتون بخیر. درخواست داشتید در خصوص اینکه خب چگونه در بروکر ثبت نام کنیم، در صرافی ثبت نام کنیم و چگونه اصلا وارد متاتریدر بشیم، لاگین کنیم و به چه صورتی هستش. بریم روی اول روی بروکر ببینیم به چه شکلی هست و بعدا روی صرافی. خب اولین کاری که میکنیم میام روی یک بروکری. حالا من اینجا بروکر ای پلنت رو برای انتخاب میکنم، شما هم من میذارم که میتونید واردش بشید لینکشو. این بروکر خب در زمان قطعی اینترنت هم معمولا خدمات میده، جز خوب ها هستش. خب کاری که میکنید چی هستش؟ کاری که میکنید میایید و این قسمت رو میزنید. بریم در اینجا میگه شما میخوای ثبت نام کنی و نام تو، نام خانوادگی تو برا من بنویس و بر اساس اون بریم ثبت نام کنیم. خب اینجا یک ایمیل از من میخواد. من اینجا ایمیلم رو وارد میکنم. میگه کدوم کشور هستی؟ بریم ببینیم. که من اینجا ایران رو انتخاب میکنم. شماره موبایل از من میخواد. خب اینجا شماره موبایلم رو وارد میکنم. یک رمز برای ورود میخواد که من رمز ورودم رو اینجا وارد میکنم. این تیک رو میزنم، ریجستر. میگه یک کد تاییدی برات فرستادم، برو و کد تایید رو پیدا کن و برای من اینجا وارد کن. خب من میام اینجا این کد تاییدی که به من داده رو کپی میکنم و میرم توی بروکر اینجا پیستش میکنم. وقتی که وارد اینجا شدم این قسمت رو به من میده. من ایمیلم رو وارد میکنم و لاگین میکنم. با این صفحه من مواجه میشم. وقتی که وارد شدم با این صفحه من مواجه میشم. میگه میخوای که اینجا باید وریفای کنی اکانت تو و احراز هویت کنی. روی این گزینه میزنیم. روی این قسمت میزنیم. خب به من چی میگه؟ میتونم اینجا بذارمش روی فارسی که ببینم چی به من میگه. میگه یک سند هویتی ارائه بدین، اطلاعات شخصیتون رو بدین و بریم شروع بکنیم ادامهش رو. موافقت رو من انجام میدم. تک به تک مراحل رو با هم دیگه میریم جلو. خب میگه یک سند هویتی، گواهینامه رانندگی اگر باشه، کارت شناسایی باشه، مجوز اقامت باشه یا گذرنامه باشه. یک گواهینامه رانندگی یا به حساب هر چیزی من میتونم اینجا بفرستم. خب خدمتتون عرض میکردم اینجا من میتونم مدرک شناسایی، گواهینامه، مجوز اقامت یا هر چیزی رو بزنم. خب من میذارم روی مدرک شناسایی. ادامه رو من میزنم. مجدد میگه ادامه رو من میزنم و اینجا حالا من از روی سیستم میتونم دارم مثلا قسمت جلو و قسمت پشتش. مدرک شناسایی رو بارگذاری میکنم. روی ادامه میزنم. دوباره بهم میگه این ملیت تو به من بگو. تایید کن ملیت تو. خب میزنم ایران. یه مکان با نور خوب پیدا کنید و اطمینان حاصل کنید که شما. خب بریم ببینیم میخواد چی از من میخواد. در ادامه من میزنم ادامه روی تلفن. اینو من میبرم روی تلفن.
و خب پس از اینکه به حساب احراز هویت انجام شد، خب من روی این به حساب من با ایمیل دیگه ای اومدم و روی این حساب دارم و خب احراز هویت نمیکنه منو دیگه. بنابراین وقتی که احراز هویت شدین میتونین خب البته اینجا منوی فارسی داره دیگه، شما میتونین اینجا منو رو روی فارسی بذارید که راحت بتونید کارتون انجام بدید. احراز هویت فقط برای برداشت پول هستش، برداشت وجه هستش، برداشت تتر هستش. در حالت عادی یعنی شما میتونید حساب باز بکنید و روی این گزینه میزنید، یعنی میاد تو قسمت حساب های من، روی این گزینه میزنید، میگه اینجا چه حسابی میخواین. خب شما انواع حساب ها رو داره که ارائه داره میده، شما میتونین حساب های مختلف رو که داره بگیرید و خب مثلا اینجا سی تریدر رو هم ارائه میده که ما خیلی باهاش کاری نداریم، بیشتر همون چیزی که برامون مهم هست ECN و ECN پروش هست و حساب استاندارد روی MT5 یا همون متاتریدر 5 و این حساب طلای ویژش هم هست که روی متاتریدر 5 هستش. بعد در اینجا در این قسمت خب به من چی داره میگه شما اگر من الان به حساب ECN بخوام باز بکنم آزمایشی، روی این گزینه میزنم، لورج هم از من میپرسه. خب این حساب استاندارد یک خدمتتون باید توضیحی بدم قبل از اینکه حساب ایجاد کنم. این یک مقدار اسپرد داره و کمیسیون نداره. این حساب های ECN معمولا کمیسیون دارد، اسپرد هم دارد. ECN پرو دیگه کمیسیونش خیلی کمتر میشه و یعنی کمیسیونش بیشتر میشه ولی اسپردش کمتر میشه. یعنی مثلا ممکنه شما یک لات اگر معامله باز بکنین فکر میکنم $8 میگیره برای یک لات معامله، $8 کارمزد میگیره، ولی خب میگه یعنی اسپرد رو من دیگه برات جمع میکنم که شما با مشکل نخوری. حالا به بحثش میپردازیم که چرا و چطوری هستش. خب در حالت عادی حساب استاندارد و حساب ECN اصلا برای ما کافیه، چون این حساب های مثلا ECN پرو فکر میکنم این حساب یا 2000 یا 3000 باید موجودی حداقل بریزیم. این فکر میکنم $300 بود و این حساب استاندارد دیگه خیلی چیزی نداره، مبلغش رو دقیق خاطرم نیست. حالا من بعدا میتونم اگر چیز بود بپرسم براتون و بگم. من این قسمت رو هم اگر بزنم به من نشون میده میگه کدوم حسابا رو میخوای. خب من این قسمت میزنم همون متاتریدر 5 ECN رو میزنم، لورج رو به من نشون میده. لورج همون اهرم هست، میگه با چه اهرمی میخوای حساب باز بکنی. این بروکر تا 500 بیشتر نمیده، بعضی بروکرها تا 1000 3000 5000 هم میدن که توصیه نمیشه، چون پولتون رو هر چی که بهش بدین ضرب در اون عددی میکنه که شما اینجا بدین. این یعنی با یک کوچکترین حرکت شما عملا ممکنه کال مارجین بشید، یعنی ممکنه چون اهرم بیشتری بهتون میده. شما وقتی که این پایین باشه مثلا روی 50 باشه شما پولتون ضرب در 50 میشه دیگه، حجم های خیلی بالا نمیتونید بگیرید که با یک کوچکترین حرکتی بخواد بیاد حساب از دستتون بره، اجازه نمیده. چون بخصوص ابتدای راه هم هستید حتما لورج رو بذارید کم. من خودم معمولا خیلی روی بالا نمیذارم، نهایت اهرمی که بخوام بذارم روی 200. خب بریم روی اهرم 100 بذاریم و این قسمت من میگم موجودی اولیت میخواد چه. این حساب با موجودی اولیه $50 اینجا مشخصه، خودش اینجا میگه این حساب با موجودی اولیه اینم 50 رو به من نشون میده، ولی خب فکر میکنم این 50 هستش، او یکی رو نمیدونم. اینم من فکر میکردم که این حساب به جهت این هستش که نوع حسابش داره میگه. به هر حال این که چقدر هست رو من دقیق الان نمیدونم، فکر میکنم این 300 بود، فکر میکنم ECN پروش 3000 بود، طلای ویژش 500، این استانداردش هم فکر میکنم حداقل خاصی نداره، یا $20 تا $50 باشه. بریم ECN رو باز بکنیم یا به حساب
استاندارد رو بذارید من باز کنم. استاندارد رو باز کنیم، روی 100 میذاریمش. موجودی چون میذاریم روی مثلا 3000 یا اصلا ای بابا روی 5000. این هم روی 100 باشه. موافقم و تمام. خب به من رمزو به من همینجا میده. شما رمزو میگه میتونید کپی بکنید که نگهش دارید یا اسکرین شات رو گوشیتون بگیرید. میاد تو قسمت متا تریدر، حتما اون رمز رو برای خودتون یادداشت کنید. تو قسمت متا تریدر میاد، یعنی وارد متا تریدر میشید. اینجا روی نیو اکانت میزنید. اینجا بروکر ای پلنت رو وارد میکنید. اینجا هست. من میزنم روی بروکر. روی این هستش در ابتدا که وارد میشین. از روی این میارید روی این گزینه. شماره حساب رو وارد میکنید. رمز معامله رو هم در قسمت پایین وارد میکنید. خب فینیش رو میزنید و این صدایی که میشنوید یعنی لاگین شدم من و چیز هستش. خب من الان چون حسابام یعنی اینا باز بود برای حساب دیگه ای، من نمادها رو به هم نشون نداد. برای شما یک سری نماد میاره اگر دفعه اولتون باشه و حساب دیگه ای نداشته باشید. تو این قسمت یعنی حساب منظور نه، همون نمادهای معاملاتی. من اینجا رو الان XAUUSD میزنم و بدین شکل من این صفحه رو به من میده. من مثلا میتونم این پایینش اگر خواستم مرتب سازی بکنم، بدین شکل مرتب سازیش رو انجام میدم. اولین کاری که میکنم این ولوم رو من نمیخوام، کلیک راست میکنم و میام تیک ولوم رو برمیدارم. این چارخانه های وسط رو، گرید لاین ها رو من نمیخوامشون، پراپرتیس رو میزنم و میام این شو گرید رو برش میدارم. خب بعد این صداهایی که میشنوید، این صدای یه لحظه قطع شد و با دوره وصل شد. خب و خب مثلا الان USD JPY یا همون به دلار بین ژاپن هستش. خب ببینید در این قسمتی که خدمتتون، خب من توضیحاتشم دیگه حتما جزوه رو خوندین، اگر نخوندین دیگه اینا دیگه چیزی نیست که من خیلی بخوام بیام توضیحش بدم. سیمبل هستش یا همون نماد معاملاتی که من اول ورودم بهتون عرض کردم. اگر روش کلیک راست بکنم، چارت ویندو رو بزنم، یه چارت جدید باز دوباره برای من باز میکنه مشابه اون که میتونم من پاک سازیش بکنم. وقتی که پاک سازیش کردم میام روی صفحه‌ام کلیک راست میکنم، روی تمپلیتس کلیک میکنم. اینجا من میگم که میخوام این رو با یک نامی مثلا ذخیره بکنم. خب من مثلا با نام سپلای ذخیره‌اش میکنم. الان اینجا هم میام روی USDJP، این من ورش میدارم. ببینید میام روی USDJPY کلیک راست میکنم و چارت ویندو رو میزنم. میام این روی این صفحه چارت دوباره کلیک راست میکنم، تمپلیت رو میزنم و ساپلای رو انتخاب میکنم. دیگه اون تنظیماتی که من اول بهش دادم الان به حساب حل شد، یعنی ذخیره کرد و دیگه نیاز نیست دوباره من از نو برم. خب قسمت بالا رو داریم اینجا که تایم فریم ها هستش. این قسمت رو داریم که خطوط رو به ما میده، باکس ها رو به ما میده. مثلا این خب ابزار مستطیل هست که میتونیم نقاط عرض تقاضا رو مشخص کنیم. این ابزار فیبوناچی هست و خب ابزارها رو بهتون میده. این خط عمودیه که میتونید بندازید روی چارت. این خط ترن لاینه یا به حساب که برای خط کشی خط روند نیاز داریم. بعد این قسمت اینجا گزینه نیو اوردر رو داریم و اینجا هم که 3 تا روی نمونه ما داریم که میگه
خب این خود خط لاینه یا همون لاینه، کندل لاینه، به حساب به شکل لاین نشون میده. این کندل استیکه که خب پرطرفدارترینه. اینجا هم که یک نمونه کندل دیگه است. اینجا نماد معاملاتی دوباره اینجا به من نشون میده، میگه شما USJPY هستی، H1 یعنی تایم فریم 1 ساعته. الان اینجا بزنمش 15 دقیقه، دوباره آورد شما USJPY هستی و 15 دقیقه. بذارمش برم روی چارت بعدی یعنی طلا، میگه XAUUSD هستی، H1 و گولد یا همون گولد، دوباره باز میاره پسوند. خب پسوند این ادامهش توی بروکر به اسم طلا هم هست. خب گزینه بعدی که نیاز داریم خیلی مهممون میشه اینجا هستش. ببینید آلگو تریدین هستش یا الگو تریدین. اینجا این گزینه اگر خاموش باشه، اگر من اوردر بذارم فعال نمیکنه. خب من اینو روشنش میکنم. یا اگر اکسپرت معاملاتی داشته باشم، این بدین حالت باشه، اکسپرت معاملاتی من عمل نمیکنه. پس اینو من روشنش میذارم. بعد این قسمت نویگیتور رو داریم که ابزار مدیریت سرمایه و ابزارهای دیگه شما میتونید تو این قسمت بیارین. از قسمت اکسپرت میتونید ببینید. اندیکیتورها رو میتونید از اینجا ببینید. حالا من در قسمت بالاتر توضیحش میدم چون اونجا راحت تره. اینجا حسابهای معاملاتی که دارید رو بهتون نشون میده روی این اکانتس که بزنید. و بریم توی قسمت اینجا اینزرت که من بزنم برای اندیکاتور اگر خواستید استفاده بکنید ترند لاین رو میزنید. خب اندیکاتورهای ترند رو بهتون میگه. اینجا مووینگ اوریج هستش و مثلا ایچیموکو هستش و بعد اسیلاتور اگر بخواید بندازین که خب اندیکاتور میشه اونی که رو صف هست، اسیلاتور میشه اونی که زیر صف هست، پایین چارت هستش. خب مثلا مکدی رو داریم. خب باز اینجا باز نمونه‌های دیگر رو داریم و باز همه تجمیع شدهش توی کاستوم هستش. یعنی در اینجا دیگه همه اونایی که توی ردیف خودشون بودن باز توی کاستوم ما همه رو داریم. یعنی دیگه اینجا ما همه رو داریم. بعد یک گزینه اینجا داریم که اگر خاموشش بکنیم اینجا این گزینه ببینید چارت برمیگرده اگر روش بزنیم. و اینجا هم یک گزینه ای داریم که اگر من خاموشش بکنم برم چارت رو ببرم به عقب، برا من چارت به عقب برمیگرده. میبینید؟ ولی اگر به حساب روشن باشه خیلی نمیره عقب و سریع پرتت میکنه جلو مثل الان. خب با چند دقیقه دوباره پرتت میکنه جلو. یعنی اگر من بخوام عقبه چارت رو ببینم، اینجا دکمه زوم رو داریم، زوم آن رو داریم یعنی زوم میکنه، زوم آوت که با زومشو کاهش میده. و اینجا دوباره اگر من روش بزنم این قسمت چند صفحه‌ای میشه. در شروعی که شما وارد اینجا میشید رو این هستید معمولا، یعنی چند تا اولین بار که متا تریدر نصب میشه چند تا و نصبش هم کاری نداره، شما فقط دانلودش کنید و نکست رو بزنید تا آخر، چیز خاصی نداره. و پس از اون که اجراش کردید به یک صفحه میرسید تقریبا 4 تا به حساب پنجره بهتون نشون میده، 4 تا نماد معاملاتی هستش. چیز خاصی نیست. شما روی یکیش اگر کلیک بکنید، دابل کلیک بکنید، هم پایین دابل کلیک کنید، ببینید میاد روی چیز. من الان مثلا اگر ببخشید اینو بیام مثلا USD کد رو هم بیارم، خب یورو USD رو هم بیارم، میشم 4 تا. اگر دوباره روش زدم ببینید روی یکی که بزنم بدین شکل برا من به هم ریخته اصلا ممکنه بیاره. یا ببینید خب من الان خب اینو دوباره مثل عمون میذارمش که بدین شکل ممکنه بیاره، یا منظم باشه، یکی اینجا یکی اینجا، یکی این بالا یکی این پایین. به هر حال روی این پایین کلیک بکنید میاره، اگر روی این هم کلیک بکنید برمیگرده سر جای خودش. اینجوریه در حالت اول. ببینید در حالت اول بدین شکل، روی یکیش دابل کلیک بکنید یکی از نمادها، مرید به حساب چارت رو کامل میبینید.
این قسمت پایین رو دارید که بالانس حساب هست. خب من یک حساب دمو باز کردم اینجا. اون حسابی که من اونجا باز کردم تو این قسمت، خب اینجا یک حساب دمو بود. حسابای دمو حسابایی هستند که پول واقعی به ما نمیدن و خب ما میتونیم آزمایش بکنیم استراتژیمون رو، یا روی اون تمرین بکنیم، یاد بگیریم، ببینیم مثلا دکمه بای چیه، سل چیه، چه جوری باز میشه، اهرم چیه، پوزیشن باز بکنیم برای خودمون متوجه بشیم. یعنی این حساب واقعی نبودش، حساب دمو بودش. و خب چون احراز هویتم نکردم به من اجازه حساب باز کردن حساب واقعی نداد. بعد بازم که بکنم من خب باید پول داخلش بیارم که بتونم ترید بکنم. میام اینجا موجودی رو به من میده، بالانس حساب، بعد میگه اکوئیتی هم بالانس رو میگه 5000، اکوئیتی هم میگه 5000، فری مارجین هم میگه 5000. هر سه تاش 5000 و به جهت اینکه من هیچ پوزیشنی ندارم، همه پوزیشنام بسته است. خب بریم ادامه بحثمون. خدمتتون عرض میکردم من اگر این دکمه رو بزنم این صفحه رو به من نشون میده. من میتونم الان معامله رو باز بکنم، ولی قبل از اینکه معامله باز بکنم اینجا من یه گزینه دارم. برای شما این گزینه خاموش هست اول معمولا، یعنی یه خط دارید میبینید، ولی من میام کلیک راست میکنم، پراپرتیز رو میزنم و روشنش میکنم. این گزینه چیه؟ شو اسک پرایس لاین، یعنی به من نشون بده خط بعدی قیمت رو هم، و یعنی خط این فقط بید رو نشون میداد. من گفتم قیمت اسک رو هم به من نشون بده. قیمت اسک چیه؟ قیمت بید چیه؟ قیمت اسک، قیمت اینجوری بهتون بگم گیجتون نکنم، این دوتا وقتی که از هم دیگه فاصله دارن، شما اگر اینجا قیمت رو بخرین فکر میکنین روی این خط سفیده خریدین یا وسط خریدین، نه، میاد روی قرمزه براتون میخره، یعنی یکم دورتر، و تا به اونجا برسید میبینید پوزیشنتون تو ضرره. برای این بهتون گفتم اونجا ما حساب ECN داریم، استاندارد داریم. این حساب های ECN این دوتا خط رو به هم نزدیک میکنه یا میندازه خیلی رو هم. در اینجا ببینید، من اینو بذارید وایدش کنم، اینجا من اسک رو دارم، بیت رو دارم، میبینید اختلافش ممکنه برای شما اینجا نشون داده. میاد روی این صفحه کلیک راست میکنید، روی این گزینه آخر اگر نشون نداد این اسپرد رو برای خودتون فعال میکنید. ببینید اون اختلاف اسپرد هست. الان به من نشون میده که طلا در این لحظه 3 پیپ از اینجا تا اینجا 3 پیپ اختلافشه. 3 و 8 4 شد. الان میبینید داره اعدادا اضافه میشه. این به من داره نشون میده که اسپرد روی 4 پیپه. این اسپرد روی میبینید 10 که یعنی 10 پوینت که میشه 1 پیپ. این 40 که میشه هم 4 پیپ. خب عرضم به حضورتون که خب میام اینجا برای باز کردن پوزیشن. اینجا پس شد این اختلاف این دوتا میشه کارمزد بروکر یا لیکویدیتی پرووایدر، تأمین کننده نقدینگی. و وقتی که به حساب شما پوزیشن باز میکنید، اینجا اگر باز کردید اینجا باز میشه. اگر سل باز کردین فکر میکنین رو خط قرمز باز میشه، نه، میاد رو قیمت پایین تر باز میکنه. یعنی قیمت شما دیرتر باز میشه، به اصطلاح دورتر باز میشه، دیرتر میرید توی سود، به خاطر این اختلاف کارمزد هست. و بریم یه پوزیشن رو باز کنیم. روی نیو اوردر من میزنم، اینجا حجم به من نشون میده یک لات. خب حجم زیاده برای من، با این چیز من میزنم روی 20 و اینجا میگم الان از اینجا میخواد قیمت برای من برگرده. میگه استاپ لاس میخوای کجا بذاری؟ من میگم 40.64 رو برای من استاپ لاس رو تنظیم کن، 40.64. بعد میگه بای مارکت، میگم بله بای مارکت. الان قیمت برای من باز شد، اینجا به من یعنی پوزیشن برای من باز شد و اینجا داره به من نشون میده که من رفتم توی ضرر، $6 توی ضررم. و میبینید حالا من میگم که خب استاپ لاسم میخوام یکم جابجاش کنم، اینجا نیست، بیاد اینجا. این گزینه رو به من نشون میده، میزنم روش، اکسپت میکنم. الان دیگه به من نشون داده، دفعه اول رو به من نشون داد. خب میریم سراغ ادامش. مثلا من میگم اینجا میخواد بیاد قیمت با این پایین تر ها، میام اینجا یه خطی میندازم
میگم قیمت میخواد تا 40 64 تا 74 بیاد، یه نیو اوردر باز میکنم، میگم به اینجا هم که اومد برا من یک پوزیشن باز کن. از چه نوع پوزیشنی من باید باز کنم؟ بریم از نوع پوزیشن بای اوردر، یعنی اوردرهای از قبل، اوردرهای در لحظه نه. این الان در لحظه دیگه برای من باز نمیکنه. پس میگم 40 64 40 63 اصلا، و استاپ لاس رو هم میذارم روی 40 61. بای رو میزنم. ببینید خب این خطی که میبینید این برا من یه خطیه که بای لیمیت شد برا من. یعنی من یک اوردر باز گذاشتم اینجا، گفتم قیمت اگر رسید به اینجا بر اساس استراتژی من، اینجا من ورود کردم، ولی فکر میکنم هنوز تا پایین تر بیاد تا قبل از که استاپ منو بزنه. مدیریت سرمایه من به من این اجازه رو میداد که اینجا یک ورود بزنم، الباقی حجممو نگه دارم که اگر اینجا اومد برا من دوباره پوزیشن بای بگیره. من حتی پشت سیستم نبودم، سیستمم هم خاموش بود، برا من پوزیشن بای رو بگیره. پس این شد بای لیمیت که از اینجا بود. خب یعنی لیمیت اوردر بود به حساب. حالا من میگم که میخوام بیام یک استاپ اوردر بذارم. خب میگم قیمت اگر رسید به 40 79 برا من یک پوزیشن سل لیمیت بذار، یعنی سل بگیر و اوردرش رو سل لیمیت تعیین میشه، یعنی به اسم سل لیمیت. و میگم خب قیمت باید بالاتر باشه دیگه، استاپ من میفته پشتش میشه. میگم تا 40 81 هم استاپ لاس رو برا من به حساب تنظیم کن. من تو استاپ اوردر بودم اینجا، توی که این فعال نشد، اینجا توی با لیمیت اوردر اینجا. پس 40 79 من گفتم اگر رسید برا من سل لیمیت باز کن، استاپش هم بالا باشه. و محض این که من بزنم اینجا باز دوباره یه خط برا من افتاد که مثل همین پایین یه خط سبز هست که به من نشون میده اینجا اوردر من، استاپ لاسش پشته. حالا من میام و میگم که میخوام این اوردر رو ببندم، نمیخوامش، پشیمون شدم، روش کلیک میکنم، رو همون خط کلیک راست میکنم، دیلیت رو میزنم، میره. نخواستم میام تو این قسمت پایینی اینجا نگاه میکنم که ببینم کدومشه. سل لیمیت رو من میخوام وردارم، روی این کلیک میکنم، ورداشته شد. ببینید یعنی با یک کلیک من رفت. حالا من میگم که میخوام بیام اینجا، میگم اینجا آپشن رو میزنم، وان کلیک تریدینگ رو برمیدارم، وان کلیک تریدینگ رو برمیدارم. حالا من میگم میخوام بیام اینجا و این اوردر دیگر رو ببندم. الان چون وان کلیک تریدینگ رو برداشتم، با یک کلیک برا من نبست، یعنی به محض اینکه ضرب در زدم از من سوال کرد واقعا میخوای ببندیش؟ الان اگه من دیلیت رو بزنم برا من میبنده، اگه دیلیت رو نزنم این رو این میزنم برمیگردم رو چارت و خب به من باز نشون میده. یک فلش اینجا برا من افتاده، میبینید اینجا روی این کندر ممکنه ببینید روی کل چارتتون همجوری فلش افتاده. این اگر این یعنی قیمت شما دارین کجاها دارین قیمت میخرین، میفروشین، خروج میکنین، اینا رو بهتون نشون میده. خب اگر نخواستین باشه میتونین بیان کلیک راست بکنین آپشن، یه دفعه نگین که این چی شد، این چرا این رو چارت من، میتونین رو بزنین آپشن و شو ترید هیستوری رو برای خودتون آف کنید. این اون برا من رفت. من میگم نه آقا میخوام باشه، پراپرتیس رو میزنم و گزینه شو ترید هیستوری رو برای خودم باز میزنم. حالا من میام توی این قسمت پایین میگم خب من میخوام هیستوری معاملاتمو چک کنم. میگه هیستوری تو هیچی به من نشون نمیده. بعضی از بروکرها نشون میده، اوردرای هم که بستی رو بهت نشون میده، اینجا نشون نداد. ببینید اوردر رو، پوزیشنمو فقط نشون میده. خب میام چیکار میکنم؟ دوباره مثلا میگم اینجا من میخوام یک پوزیشن دیگه بگیرم، ولی حجمش رو میخوام تغییر بدم، میخوام بذارمش 40، یعنی همون 14. ولی این بار دیگه استاپ لاسمو نمیخوام بکارم، یعنی بدون استاپ لاس میخوام وارد شم که کار درستی نیست. با یک حرکت اکانت ازت میگیره. اینجا اکانت دمویی که من دارم، این کار توصیه نمیکنم. من میزنم، برا من باز کرد، رو خطش وای میستم، میکشمش پایین، یه خطی
ببینید روی این خط وای میستم، ببینید یک فلش بالا پایینی افتاد، اینو میکشمش پایین میارمش اینجا، میگم بنداز روی این استاپ لاس، میگه مودیفایش میکنی استاپ لاس میخواد همونجا باشه، میگم بله میخواد همونجا باشه. اگر اون وان کلیک تریگین روشن میبود اینو دیگه به من نشون نمیداد. اینو میزنم، صداشم اومد که آورد اینجا برای من استاپ لاسمو گذاشت روی این نقطه. و بریم ببینیم دیگه چه گزینه‌ای میمونه. آره اینای دیگهش خیلی دیگه چیز خاصی نیست که من بخوام بهتون توضیح بدم، یعنی هیستوری به درتون بخوره و ترید. نیو اوردر هم بهتون گفتم. تو این قسمت حالا میخوام میگین من نه میخوام اوردر دیگه بذارم. چه اوردری؟ میگین من با خط روند کار میکنم. خط روندمو که انداختم اینجا، مثلا اینجا، یا اصلا خط روند بمانه، اصلا من یک تو این محدوده من میگم آقا این قیمت اینجاست، از اینجا برگشت اینجا برا من باز کن، پوزیشن باز کن. چی باز کنم؟ یعنی پایین که داره میاد باز نکن، رفت که بالا برا من باز کن. میگم نیو اوردر رو میزنم، استاپ لیمیت اوردر رو میزنم. اینجا میگم اگر قیمت رسید به 4069 یا 4070 بذارید بزنم 4070 برا من یک پوزیشن چی باز کن؟ بای استاپ باز کن. بای استاپ چیه؟ نگاه کنید، لیمیت رو ما گفتیم وقتی که میاد پایین تر قیمت یا دورتره میاد به سمت قیمت، یعنی پایین تر، یعنی من خلاف جهت میخوام بگیرم، اینجوری بهتون بگم خلاف جهت، قیمت داره میاد پایین، فروشه میاد پایین به سمت اوردر من نزدیک میشه، اوردر منو برمیداره، بای میکنه، من وارد پوزیشن خرید میشم، این میشه بای لیمیت. میره بالا قیمت میره به سمت اوردر من، قیمت دست خریدارانه داره میره به سمت بالا، من میگم از اونجا برا من وارد پوزیشن شورت بشه، وارد پوزیشن فروش بشه. خب مورد بعدی بای استاپ بود. من میگم نه، قیمت از اینجا که من میبینم داره برمیگرده، میگم به اینجا که رسید برا من بایش کن. گرفتین؟ پس رو این گزینه میزنم 40 استاپ لیمیت رمو به حساب قیمت اینجا استاپ اوردر تو این قسمت میگم که 50 چند بود؟ 70 برا من به حساب بایش کن، ولی استاپ لاس رو برا من بذار 40، مثلا همین نقطه اینجا 61. الان دوباره یه خط دیگه برا من باز کرد. خطوطی که میبینید این یعنی معامله بازه، میبینید خطوطشون نزدیک دارن. این یعنی معامله هنوز باز نشده، اینم یعنی معامله هنوز باز نشده، اوردرن اینا. خب میگم از اینجا که داره میاد پایین به اینجا که رسید برا من، خب اینو من میخوام دلیتش بکنم، روش کلیک راست میکنم دلیت و این دلیت رو میزنم و اوکی. ببینید این الان به اوردر من داره میرسه، ببینید هنوز فعالش نکرد. چرا؟ رسید بهش، نگاه با شادو بهش رسید. چرا؟ چون با این قیمت فعال میشه، یعنی تا قرمز نرسه به اینجا فعال نمیشه قیمت. بعضی وقتا ممکنه ببینید تو بازار که اومده با اوردرتون رسیده ور نداشته. دلیلش اینه که قیمت در بای باید با اسک باز بشه، نه با بیت. این وقتی که اینجا این اسک خط قرمزه باید با اسک باز بشه، اسک باید بیاد روی خط اوردر شما بیفته، اون موقع اوردر شما فعال میشه. میبینید هی داره میاد شادو میزنه به محدوده من، ولی هنوز بازش نکرده، قشنگ الان روش هستش. میبینید تا خط این قرمز نیاد. خب حالا میام اینجا و دوباره نیو اوردر میزنم، میگم استاپ اوردر میخوام بذارم روی چه قیمتی؟ این محدوده که شکسته شد روی 4059 4050 و اصلا 5، ولی استابلاسش رو بذار. خب استابلاس باید بشه بالا دیگه، میدونید دیگه. اینجا من میگم 4055 میخوام
اگر اومد برا من بخر، یعنی وارد پوزیشن شورت بشو با استاپ 40-60. ببینید 40-55 وارد پوزیشن فروش خواهد شد، استاپش رو هم گذاشت اینجا، یعنی میاد از اینجا از خط استاپ من میرسه به اینجا، استاپ من پوزیشن فروش من رو فعال میکنه و میره. حالا یا میاد یا از همینجا برمیگرده استاپ منو میزنه اگر پای چیز نباشم، یا از همینجا میره و پوزیشن من رو به سمت تارگت به حساب طی میکنه به سمت تارگت. حالا من میگم اینجا الان من خب پوزیشنم میخوام ترک کنم، محدوده حد ضرر رو گذاشتم، میخوام بکشمش یکم پایینتر، اینجا میکشمش پایینتر، دوباره میخوام بکشمش پایینتر، هنوز تو این محدوده باشه میکشمش پایینتر. این کار توصیه نمیشه، فقط مدیریت سرمایه اگر اجازه میده. خب ولی به جهت اینکه بدونید چه کار باید بکنید، من هنوز میگم آقا میخوام بکشمش پایینتر، بکش پایینتر، اومد. ببینید پس استاپ من رو آورد پایین. حالا به خاطر اینکه چیز نشه میخوام یک روی این کلیک میکنم، روی این خط چیزی که دارم چی بهش میگن، معامله هم از اینجا 2 تا معامله، یکی از اینجا یکی از اینجا باز دارم، روش دابل کلیک میکنم، میگم چی؟ میگم تیک پروفیت برام من بذار، یعنی حد سود برام من بذار. به ناحیه 40-82 که رسید، 40-81 که رسید برا من معامله‌مو ببند. اینجا روش وای میستم چی به من میگه؟ روش که وایستم ببینید یه خط انداخت میگه پرافیت 533، یعنی میگه اگه به اینجا برسی پرافیت تو میشه $533، $533 سود میکنی. حالا میام اینجا میگم این خط رو ببینم تو این محدود است، روش وای میستم میگه شما اگر به اینجا برسی با $343 پوزیشنت بسته خواهد شد، منفی $343. رو این وای میستم میگه اگر به اینجا برسی، دابل کلیک میکنم میگه این یک اوردر بای لیمیت با 0.2، اینجا میبینید مشخصاتشو داره میگه. روش که وای میستم میگه $65 به حساب استاپ لاسش میشه و این هنوز اومد پایین. میبینید با شادو زده پایین ها ولی بسته نشده. ببینید اینجا شادو زده رو خط ولی هنوز ببخشید باز نشده، میگم بسته نشده، باز نشده پوزیشن لیمیت اوردر من. چرا؟ چون گفتم باید با اسک بیاد، باید با اسک بیاد پایین، با بیت درست نیست. خب پس تارگت گذاری رو هم خدمتتون عرض کردم. حالا میام یه کار دیگه میکنم، میگم این پوزیشن برای من الان سنگینه یا اصلا رفتم تو سود. الان پوزیشن من میخوام این پوزیشن رو حجمشو کم کنم. چه کار باید بکنم؟ این گزینه باید غیر فعال باشه، یعنی وان کلیک تریدینگ باید غیر فعال باشه. خب وقتی که غیر فعال هست میان روی پوزیشن کلیک راست میکنین و اینجا مودیفای رو میزنین. مودیفای رو که زدین میان الان این پایین بود، ممکنه توی این ابزارهای قبل باشه که من استفاده کردم. میان توی مارکت اینجا چیکار میکنین؟ میگین که دوباره میریم. ببینید مودیفای و از این قسمت میام. ببینید خب الان ما میخوایم یک کار دیگه ای رو انجام بدیم. باز میخوایم بگیم که حجم معامله‌مون رو کم کنیم. باید این گزینه غیر فعال باشه، وان کلیک تریدینگ. روی این گزینه ضربدر میزنید، میاد تو این قسمت 10 میزنید. من چند بود؟ 20 بود. من میگم میخوام 10 تاشو خارج بکنم. ولی از کدوم؟ این قیمت برا من میصرفه، از این کم میکنم که قیمت بیشتر است، 4 هستش. فکر میکنم از پایینش کم میکنه. حالا به هر حال
فقط من میخوام قیمت بهتون بگم از کجا کم میشه. من میگم اینجا 20 تاشو ببند. ببینید روی این بزنم، این پایین من هست 14. میبینید یه 14 باز دارم، یه 2. 14 من 2 تاش بسته خواهد شد. بریم. ببینید اینجا الان به هنوز بازم باز نکرد پوزیشن منو. میبینید پوزیشن منو باز نکرد. من الان یه پوزیشن بستم. خب در لحظه من الان یه پوزیشن بستم، دوباره میام روش کلیک راست میکنم، میگم میخوام مودیفایش بکنم. یعنی چی؟ میخوام حجمشو کم بکنم. کلیک راست روی پوزیشن، modify and delete order و روی این قسمت کلیک میکنم. من قبلیه رو روی 2 رفتم، حواسم نبود، از اون کم کردم و وقتی که 2 زدم همشو بست، چون 2 بود کلا. روی این میزنم، الان 2 از پوزیشن من بست. میبینید 2 دیگه مون. الان از این 2 دوباره میگم میخوام 1 دهمشو دوباره کم کنم. میگم کلیک راست modify and delete. اینجا رو میزنم، میام تو این قسمت، این رو میذارم روی بالا. به من میگه شما میخوای از تغییراتی که میخوای انجام بدی روی پوزیشن 848 252 هست. یعنی تیکت پوزیشن من اینجاست. میبینید و 2 حجم هم هست، روی XAUUSD هم هست. خب من مشخصاتش رو چک میکنم و اینجا میذارم روی 10. پس این الان ببینید این 2 الان یا به حساب 2 من میخوام 10 تاشو کم کنم. اینجا 10 نشون نمیده دیگه، یعنی 20 نشون نمیده. اینجا درست داره نشون میده، اینجا همون کمش میکنه، یعنی روندش میکنه 2 3. من میگم میخوام از اینجا کمش بکنم. چقدرشو؟ نصفشو. باز میگم این کلوز. خب دیدین بسته شد. حالا باز دوباره من میگم از اینجا میخوام وارد پوزیشن بشم. میتونم وارد پوزیشن بشم. خب اینا نکاتی بود که من باید خدمتتون عرض میکردم و مورد دیگه ای نمیمونه. فقط بحث این میمونه که ما چطوری در صرافی‌های ایرانی ثبت نام کنیم، که اون رو هم من براتون آموزشش رو حتما به حساب رکورد میکنم و در خدمتتون قرار خواهم داد. خدای بزرگ میسپارمتون. این معامله رو هم بالا ببندیم روی حساب دموز. الان روش کلیک میکنیم، دوباره من میگم رو این بزنم، کامل برا من بسته میشه. اگر عرضم به حضورتون که بیام به این قسمت 0.5 کنم، 5/100 رو میبنده، دوباره 5/100 دیگهش، باز نصف دیگهش مون. دوباره بزنم همینجوری، من رو این بزنم دیگه کلا برا من بس. رو این پایینی بزنم، اوردری که من دارم از قبل میبینید یک حساب سل استاپ دارم و یک بای لیمیت میتونم ببندم. حالا میام اینجا دوباره اون گزینه رو فعال میکنم و با تک کلیک دیگه میبندم. میبینید فعالش نکردم. نه اینجا من اکسپت رو نزدم، یعنی میپذیرم. خب اینجا هم زبدر و بسته شد. بدین صورت به خدای بزرگ میسپارمتون. یا حق.